مشتری با اون هماهنگ شد و گفتش که میخوام یه حالی به این سمند خستمون بدی. شرایط تعویض ماشین رو ندارم و میخوام یه شتاب یه سواری دلنشین ازش بگیرم. ما هم دست به کار شدیم، باکس هواکش فابریکشو باز کردیم، رفتیم تو شوروم. این تیک مناسب با انجینشو انتخاب کردیم، یه فیلتر وارداتی درجه 1 هم ورداشتیم به انتخاب خودش. این تیک و نصبشو انجام دادیم، پیچشو بدون اختلال بی دردسر نصبشو انجام دادیم. اینم از فیلتر درجه 1 لانگ لایف سیموتور. فیلترش هم بستیم رو کیت بره که به کل نفس ماشینش قراره آزاد بشه. اینم از خروجی کار. جونم به این صدا.